الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك Şimdi aklıma geldi. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس ملك الناس إله الناس من شهر والسداس الخناس الذي يجلس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يبث في صدور الناس من الجنة والناس الذي يا رب يا رب يا رب العالمين يا رب يا رب العالمين. أسألك الجنة ومن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والله مهربان خذ القناة والله والنهار والخضار والله الخطايا كلها خضار والخضار شو نبى مهربان مستي يا الله مهربان والله الخطايا كلها دائما مهربان خذ شو نبى مهربان مستي يا الله يا الله مهربان يا الله مهربان يا الله مهربان يا الله ربنا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم. الله مهربان تمامی برادران و خواهرایی که ما را تماشا میکنین حرمت میکنین دستگیری میکنین الله مهربان شما را نصیب دیدار همین خانه الله خودش بگردن دوام میکنه که الله مهربان تمامی برادران و مادر و اپا و خواهرایی که تماشا میکنن باز هم در غریبی هستین در دور از وطن هستین چی در وطن هستین الله مهربان همه شما را بر نزد خانه خودش خدای مهربان نصیب بگردانه دوام میکنه یا الله مهربان برای دل شما هستیم خدای مهربان خود تمامی بنده های مسلمان تا دیدار نصیب خانه کعبه بگردان یا الله مهربان
دعاگو هستیم که الله این نصف شب دعای ما را دستای ما را نامه نگردونه خدار ما در روی همه برادران خیچونه خدای مهربان و دیداری خانه کعبه نصیب بگردون الله مهربان دعای ما را قبول گردون جسم الله رحمت و برکات و قدرتی الله مبارک شود من دیش انشاءالله الله هم نصیب دیداری خانه کنه خداوند مهربان دعا میکنیم که هر نفری که بیمار است الله مهربان بیماریش شفا بگردد هر نفر معیوب است الله مهربان با شفای کامل نصیب بگردد هر نفر بخت خدای مهربان بخت نصیبش بگردد دعا میکنیم الله مهربان هر نفر کوزش بگردنی الله مهربان خداوند همتون نصیب دیداری همه جمعیت برادر عزیز ما با خصوصا نماز تهجد میخونیم ان شاء الله بعد نبا جت نماز بامداد میکنیم ان شاء الله طواف کرده ذکر کرده در حق همه دعا میکنیم که الله شما را نصیب دیدار خانه کعبه بگردونه باز هم میگم برادرایی که همین جماعت حرمت میکنید الله همه نصیب دیدار کنه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته